سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم با یه بررسی خیلی جذاب مویک مینی 3 پرو. میخوام تجربه کار کردم تو این 2 ماهی که من با این پرنده کار کردم رو باهاتون به اشتراک بذارم و بریم محصول رو بررسی کنیم، ببینیم معایب و مزایاش رو همه رو با هم داشته باشیم که البته همین اول بهتون بگم معایب نداره. بریم. به اعتقاد من DJI توی سری سوم پرنده های خودش انقلاب به پا کرد و مویک مینی 3 پرو حرفه‌ای ترین پرنده توی سری های مینی هست. یه پرنده خیلی کوچیک، جذاب، سبک، کلاً 249 گرم وزن این پرنده با باتری معمولیش هست و پرنده‌ای که 2 تا سنسور جلو داره، 2 تا سنسور پشت سر و 2 تا سنسور هم پایین. این سنسورها کاملا میتونه تشخیص بده سوژه‌ای رو که میخواد دنبال کنه شخص هست، ماشین هست، موتور هست، حتی قایق و اینا، و میتونه الگوریتم راه رفتنشون رو تشخیص بده و وقتی که ما ترکینگ رو میزنیم و این دنبال کننده سوژه رو میزنیم یه جورایی همه حالت سعی میکنه که سوژه رو وسط کادر برات نگه داره و این خیلی بی‌نظیر بود وقتی من اینو چک میکردم باهاش. یه موضوع راجع به سنسورهای این پرنده بهتون بگم که ویژن سنسور بهش میگن، سنسورهای جدیدی که DJI روی پرنده‌های خودش گذاشته. این سنسورها خیلی هوشمندن، تشخیص میدن که سوژه انسان هست، ماشین هست و زاویه دید خیلی خوبی رو دارن. اما 2 تا موضوع. اولا اینکه بهتون بگم که مینی 3 در طرفین سنسور نداره، یعنی اگر زمانی که ما بخوایم به طرفین پرواز کنیم یا جایی که مثلا داره دور یه سوژه میزنه در جریان باشین که ما طرفین این پرنده سنسور نداریم، در جلو، عقب و پایین سنسور داریم. یه موضوع دیگه که من خودم تست کردم، اینو هیچ جایی ندیدم، این بود که وقتی یه جایی بود که نور بود، مثلا توی همین فروشگاه من روشن کردم و روبروش دیوار بود، زمانی که چراغ روشن بود کاملا تشخیص میداد که روبروش مانع هست و پرنده اصلا به جلو حرکت نمیکرد. اما زمانی که من چراغا رو خاموش میکردم و نور نبود دیگه مانع رو تشخیص نمیداد. یه جورایی این سنسورها باید ببینن که تشخیص بدن، اینجوری نیست که مثلا مثل مادون قرمز و اینا بتونه مانع رو حتی توی تاریکی هم تشخیص بده. اینم یه موضوع خیلی مهمیه که باید بهش دقت بکنین. اما سنسورها سنسورهای بسیار عالیه، یه جایی هم که دنبال سوژه میاد کاملا تشخیص میده مانع رو و حتی از بین مانع رد میشه یا تشخیص میده اگه از اون طرف بره سیف تر هست این کار رو میکنه و این قابلیتش واقعا عالیه. این هم راجع به سنسورها بود که گفتم حتما بهتون بگم. یکی از ویژگی های مهم این پرنده گیمبالی هست که داره که میتونه هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی برای شما تصویر بگیره. شورت ویدیوهای یوتیوب و تیک تاک و ریل اینستاگرام یه جورایی DJI رو مجبور کرد که پرنده درست بکنه که کاملا بتونه براتون عمودی تصویر بگیره. یه موضوعی که بهتون بگم، مینی 3 پرو با 2 تا ریموت عرضه میشه. یکی ریموت ساده است مثل همون ریموت مینی 2 و مینی 1 که میتونست بالاش موبایل وصل بشه و با کابل و اینا ما باید وصل میکردیم، اپلیکیشنش هم باید روی گوشی میداشتیم. اما سری جدید ریموت مینی 3 پرو که RC هست دیگه روی خودش LCD داره. خیلی امکان خوبیه، کیفیت LCDش خیلی قابل قبوله، توی آفتاب کاملا شما میتونید تصویر رو ببینید و خیلی از نظر اندازه اگر ما می‌خواستیم اون ریموت قبلی موبایل وصل کنیم تا این مقدار میومد بالاتر. تازه اینکه موبایلمون هم همیشه درگیر بود، جویستیکاش خیلی بهتر شده، خیلی روونتر شده. یه نکته دیگه این که 2 تا دکمه این پشتش اضافه داره که برای عمودی و افقی کردن تصویر میتونه استفاده کنیم. البته کلا این دکمه ها کاستومه، یعنی میتونیم تغییر بدیم که چه امکانی داشته باشه. یه نکته دیگه در رابطه با این ریموت که برد تصویر این ریموت 12 کیلومتره. 12 کیلومتر که با توجه به پارازیت ها و چیزایی که ما توی کشورمون داریم تقریبا به 8 کیلومتر کاهش پیدا میکنه و آنتناش هم اینجاست، یه جایی که قشنگ ما مثلا پرنده بخواد سیگنال کم بشه آنتنا رو به
جایی که حدوداً پرنده است بگیریم کاملا جواب میده. یه حالت دیگه هم داره که بدونید اگر که سیگنال قطع بشه این پرنده به صورت هوشمند برمیگرده تو اون هوم پوینتی که از اونجا پرواز کرده. از امکانات دوربین این بذاریم بهتون بگم. یه دوربین 48 مگاپیکسلی برای عکس و تصویر 4K تا 60 فریم، اسلو موشن فول اچ دی 120 فریم براتون میتونه تصویر بگیره و این بی‌نظیره. داینامیک رنجش بسیار بسیار عالیه. شاید باورتون نشه ولی من این پرنده رو با ایر 2S که 1 اینچ سنسور داره و یکی از پرنده‌های محبوب سری DJI بود رو چک کردم و کیفیت این دوربین در شب خیلی بهتر بود و در نور کم. داینامیک رنج خیلی بالاتری داره به نسبت ایر 2 و ایر 2S. این پرنده توی این پک عرضه میشه که خود پرنده و ریموت و یه دونه باتری هست، یعنی شما دیگه مثل پکای مینی تو اینا کمبو اینا ندارید. اینو میتونین بخرید فقط یا با ریموت ساده یا ریموت آرسی که ریموت آرسی رو حتما بهتون توصیه میکنم، خیلی امکانات بیشتری داره و خیلی راحت تره کار باهاش. و اگر شما بخواین برای این پرنده باتری اضافه بگیرید یه همچین پک رو باید براش بخرید که فلای مور کیت اصطلاحاً بهش میگن، که 2 تا باتری اضافه، یه هاب شارژ و یه کیف و یه ست ملخ اضافه داره. یکی دیگه از ویژگی‌های خیلی جذاب این پرنده اینه که میتونه براتون خام فیلم برداری کنه و اگر توی اصلاح رنگ و اینا یه دستی داشته باشین تصویرهای فوق‌العاده‌ای میتونین توی خروجی‌ها از این بگیرید. این پرنده مقاومت در بادش هم خیلی خوب بود و جاهایی که من تست میکردم، جاهایی که باد شدید هم بود، بسیار بسیار استیبله. حتی یه جایی من تصویر گرفتم، اگه الان تو این تصویر ببینید احساس میکنید که پرنده رو کاملا ما کاشتیم یه جایی، اصلا وصلش کردم، اینقدر ثابته و حتی ذره هم تکون نمیخوره تصویر ما. این قضیهش هم خیلی خیلی به نسبت سریای قبل پیشرفت داشته. یه مود دیگه ای که توی این سری ها DJI اضافه کرده، توی اپش که برین یه مودیه به نام مستر شات. یه سری مودهای آماده که دور سوژه به چرخه خودش دور بشه و خیلی مودهای جذاب و باحالیه، خودش با هم میگیره و همونجا ادیت هم میکنه، بهتون خروجی رو میده. بسیار بسیار پرکاربرد و به درد بخوره برای جایی که ما میخوایم تصویر خیلی جذاب تر بگیریم. این مود مستر شات رو هم توی سری مینیتری پرو داره. دقت کنین که ما مینیتری معمولی هم داریم، این مستر شات تو مینیتریای معمولی نیست. عکاسی، توی عکاسی هم فایل JPEG براتون میگیره، هم فایل را و میتونه یه خروجی 48 مگاپیکسلی بهتون بده و تصویرهای خیلی خیلی شارپ و با دیتیل خیلی بالا میتونه بگیره. پانوراماهای خیلی خوب میتونه براتون بگیره و عکس تایم لپس هم میگیره که خب من تک تک اینا رو تست کردم. با تست هر یه دونهش من یه جورایی به وجد می اومدم. بسیار 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 عالیه و اصلا به چشم یه پرنده خیلی کوچیک و مینی واقعا بهش نگاه نکنید. خب برسیم به جمع‌بندی در رابطه با این پرنده. این پرنده رو من به کسایی که برای طبیعت گردی و کسایی که میخوان تصویر بگیرم، اهل سفر اینا که خیلی پیشنهاد میکنم. حتما این پرنده یه جورایی بهترین گزینه براشون هست. اما برای کسایی هم که به صورت حرفه‌ای یا ودینگ و اینا هم میخوان کار کنن یا داخل فضای بسته هم میخوان کار کنن، پرنده مناسبیه و با توجه به قیمتی که داره و امکاناتی که داره واقعا گزینه خیلی خوبیه و میتونید به صورت جدی هم به این گزینه فکر کنید. قیمت این پرنده با ریموت آرسی الان که شهریور 402 هست با باتری معمولیش یه چیزی حدود 48 تومن ایناست و پک فلایمور پلاسش رو اگر بخواین بخرین یه چیزی حدود 16-17 تومن هم قیمت اون هست. خب ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه. اگر برای خودتون یا کسی که میخواد این پرنده رو تهیه کنه بفرستین که به دردش بخوره. سوال دیگه ای هم بود توی کامنت ها در خدمتتون هستم. دمتون گرم.